اگه میخوای همه چی راجع به اجاق گازهای صف برقی بوش بدونی تا انتهای این کلیپ با من همراه باشید. دکمه خاموش روشن دستگاه سمت چپ دستگاه قرار داره. هر کدوم از شعله ها رو اگه بخوایم انتخاب کنیم یک به علاوه داره که به ما نشون میده کدوم شعله رو میخوایم انتخاب کنیم و ازش استفاده کنیم. هر کدوم رو انتخاب کنیم 9 مرحله اینجا برامون گزینه نمایش داده میشه که با چه میزان قدرت میخوایم ازش استفاده کنیم. من گذاشتم روی 5. اگر اینجا مشاهده کنید الان المنتش روشن میشه. در حین کار که دستگاه داره کار میکنه اگر خواستید قفل کودکش رو فعال کنید نگه میدارید 1 ثانیه قفل کودک میشه و دیگه صفحه تاچ کار نمیکنه. اگر دقت کنید شعله وسط و شعله کنار لاین های بیشتری دارن. برای وقتایی که نیاز به حرارت بیشتری داریم میتونیم این المنت ها هم فعال کنیم. به این صورت که دستگاه رو روشن میکنیم، فرضاً شعله وسط رو انتخاب میکنیم، درجه‌مون هم انتخاب میکنیم، دستگاه شروع میکنه به کار کردن. اگر خواسته باشیم لاین های بیشتری رو استفاده کنیم با این گزینه میتونیم فعالش کنیم. مقدار کمتر، مقدار بیشتر. آپشن بعدی حالت آرامپز هستش. آپشن بعدی تایمر هستش که میتونیم تنظیم کنیم. فقط انتهای تایم به ما هشدار میده. اما آپشن بعدی حرارت رو هم قطع میکنه. یعنی اگر شما این آپشن رو انتخاب کنید زمانی که براش انتخاب میکنید انتهای اون زمان المنت رو هم قطع میکنه. و آپشن آخر که فقط تایم پخت و پز رو به ما نمایش میده.